عبارتهای ضروری برای تاکسی گرفتن در فرودگاه به زبان فارسی. سلام، کرایه تا مرکز شهر چقدره؟ سلام، آدرس رو کامل بفرمایید که مبلغ دقیق رو اعلام کنم. میدان فردوسی، ابتدای خیابان آزادی، هتل کوروش. کرایه 450,000 تومان میشه. مشکلی نیست. لطفاً ما رو به اون آدرس ببرید. بله حتماً. سوار اولین ماشین زردی که اونجاست بشید. نوبت اون راننده است. ممنون. چقدر طول میکشه به هتل برسیم؟ حدود 1 ساعت و نیم. از اینجا خیلی دوره؟ نه، دور نیست. اما مسیرش ترافیک سنگینی داره. پول رو چطور باید پرداخت کنم؟ کارت اعتباری کشور خودم مورد تایید هست یا باید دلار یا ریال پرداخت کنم؟ فقط دلار یا ریال، هر کدوم که خودتون ترجیح میدید. پس به دلار پرداخت می کنم. ممکنه در طول سفر به ریال نیاز داشته باشم. هر طور که مایلید. به دلار چقدر باید بپردازم؟ 4 دلار. بعد از سوار شدن. کولر ماشینتون روشنه؟ بله، روشنه. میتونم گوشیمو تو ماشین شارژ کنم؟ بله، اگر کابل شارژ همراهتون هست میتونید به USB که بین صندلی قرار داره وصل کنید. متشکرم. نزدیک هتل هستیم؟ بله، چند ثانیه دیگه میرسیم. بفرمایید، رسیدیم. ممنون. خواهش میکنم. سفر خوبی داشته باشید.